یه داستانی داشتیم به نام ارباب ارقا، توش یه دونه از این کوه ها داشت، بهش میگفتن کوه هلاکت. جهنم اونجا بود. حالا جهنم ما تریدرها کجاست؟ جهنم ما تریدرها اینجاست. نه، این جهنم روز جهنمی بیت کوین امروز و امشب تا جایی که داشت ریخت. و میبینید دیگه اونجا بهتون گفتم چقدر بود؟ 99,000 خورده ای، الان شد 98%. هی نوسان داره، ریزشی نوسان داره. توی 24 ساعت گذشته 5% ریخته. 5% خیلیه. 10% اتریوم ریخته. این که حالا تتره، این 5%، 6%، 16%، 18%. آیا بده اینطوری میشه تارد؟ خیر. برای شمایی که نخریدی خیلی خوبه، خیلی عالیه. نقطه ورود داده که شما ورود بکنی به این بازار.